نه سارپ، بزنش. گپ ناق نزن اویگار. گیرمیایم باید از اینجا بریم. سارپ، میگم که بزنش دیگه احمق. چی شده؟ نامردا کی قصد داره بیادر من بکشه؟ خدا داد. نه امبولانس بخواین. یک نفر آمبولانس نجات پیدا میکنی خدا داد. یک امبولانس بخواین. تحمل کو خدا داد. تو را چیز نمیشه. لطفاً یک امبولانس بخواین. نباید بموری خدا داد. هوش کنی، نباید بموری. خدا داد تو را چیزی نمیشه. لطفاً یک امبولانس بخواین. خدا داد تو را چیزی نمیشه. خدا داد. علی جانی طرف بیا. خدا داد. امبولانس بخواین. تنها یک مرمی خورده کدام جای دیگیش آسیب ندیده. در آمانه خون ریزی شدن تو نیستی. خوب میشی بیادرم، تحمل کو، خوب میشی. بسیار خونزایی کرده. همیانه باید به عملیاتخانه ببریمش. عجله کنین. کی فایر کرد؟ اگه جرأت داری بیا پیشونم. کی میخواد بیادر منو بکشه؟ تو نباید خدا داد تو را چیزی نمیشه. نباید بموری. نه آقای محترم، شما داخل شدن نمیتونین همینجا منتظر باشین. به خاطر عملیات آمادگی بگیرین. مریض ما بسیار خونزایی کرده. عجله کنین. قیچی رو بته. پون برا بته. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БТА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. خداوند چی میشه؟ خدا داده چیزی نشد خواهر. نجات پیدا میکنه، خوب میشه انشالله، چیز نمیشه. نمیخوایم که خدا داده چیزی شود خواهر. نمیخوایم. طاقت بیار خدا داد. طاقت بیار بیادر شیر من. او را هیچ چیز نمیشه. خدا داد نجات پیدا میکنه. او را هیچ چیز نمیشه. نبضش نمیزنه، مریض دست میدیم دکتر صاحب. ماشین شوک آماده کن. آماده است. ده 120 ببرینش. آماده است. فشار بتین.
در 2 ساعت ببرین. آماده است؟ مولا صاحب از اینکه شما دوتا بیادر یک جای میبینم زیاد خوش میشم، گریانم میگیره بخی. زنده باشی خداداد، زنده باشی. مریض حرکت نداره. دوباره عجله کنین. از دیشب تالی که چی شدیم چی نشدیم نمیفهمم. سفداخر دوباره خانه خود آمد. سفداخر چیز نمیشه، تشویش نکنی. زنده باشی خداداد. حالا دوباره. تحمل کو بیادرم، تحمل کو. کی فایر کرد؟ خداداد. تنها یک مرمی خورده کدام جای دیگه آسیب ندیده، در آمانی خون ریزی شده نداره. کی فایر کرد؟ اگه جرأت داری سر من فایر کن بچه. تو خوب خواد شدی خداداد، تو خوب میشی. 120 ببرین. آماده است؟ فشار بتین. مریض حرکت نداره. در 2 ساعت ببرین. بیادر سلیمان، اگه خدا داده چیز شوه من بیادرم خدا داد از خاطر من مرمی خورد سلیمان. تا هدف او مرمی لعنتی ما بودم. اگه او دم رویم نمیمد آله ما. کی بیادر؟ ها؟ کی میخواست بیادر ما با مرمی بزنه؟ کی میخواست که بیادر ما را بکشه؟ کدام نامردی کار کرد؟ روز خوش ما را غرق خون ساخت. کی بود او نامرد؟ کی بود او پس؟ خدا لعنتش کنه. بازم از بین نرفت. نمیفهمم جادوگر است، پشک 7 جان است، بازم نمرد، زنده ماند. حالا چی خواست شد اویگار؟ اگه بفهم زنده هستی چی؟ اگه پشت ما بیایه بازو وقت چی خواد کردیم؟ او نمیایه، از پشت ما آمده نمیتونه. پیش از اینکه منتظر حملهش باشیم ما خودم حمله میکنم. نمیفهمم، اما خود فهمیدم بیادر، حتما خود فهمیدم. یک بار خدا داد نجات پیدا کنه برات وعده میکنم، او آدم پیدا میکنم و انتقامشه ازش میگیرم. میگیریم. بعد از این ما وجود نداره، ما هستیم. هیچ کس حق ایره نداره که قصد جان بیادر مرا بکنه. مرمی که در جان تو بخوره به ایمان است که در ما خورده. حتی ما حاضر هستم جان ما به خاطرت بتم. نه 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 سلیمان، تو چی میگی بچیم؟ این قسم گپارا نگو. اگر تو را چیز شوه فکر کردی من میتونم زندگی کنم ها؟ هیچ کس حقی را نداره که قصد جان بیادر مرا بکنه. مرمی که در جان تو بخوره به این معناست که در جان من میخوره. حتی ما حاضر هستم به خاطر جان خدا بتم بیادر. ما حاضر هستم به خاطر تو کل چیز ما تباه کنم. مهر کلشان در دست ما سارب.
هم مهرشان هم نقطه ضعفشان در دست ماست. کلشان مثل یک گودی به بازی میگیرم. اما اول خانمه، زیاد وقت است که برش بی‌پروا شده. اینجا چی گپ است؟ به خاطر بیغم شدن از شهر شوارت بسیار کم مانده. این دیگه چی است؟ یکی قصد داشت که علی را بکشه. او هم در محفل سنتی بچش. او هم در وقتی که دخترم اونجا بود. با نظر شما آقای کاره کی کده باشه؟ نمیفهمم جان، از کجا بفهمم؟ هر کسی کار کده باشه پیش از اینکه سر علی حمله کنه زود پیداش کن. او ودتان پیدا کنین. گریان نمیکنم. گریان نمیکنیم. پیش از گرفتن انتقام پدرم نباید بموریم بچه. اگه انتقام پدرم بگیرم اون وقت تو دشمنم خواهد شدی چطور پیلوت. تو احمق تا باله نمردی؟ خداوند خیرت بتویدد. قسمی که امیال میبینی من کاملا جور و تیار هستم. هنوزم به مردنم زیاد وقت است. شماره مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. این دیگه کی است؟ این کی است؟ 100% یکی از نفرهای اویگور است. سارپ بازیش نخوا سفتا. بازیش نخوا. مشکل تو مشکل مست بیادر. یعنی چی که مداخله نکن؟ مام خدا داده زیاد دوست دارم. بیبی کسی که سرت فایر کرده او را پیدا میکنم. در هر جایی که گیر کنم اونم اونجا قبرش میکنم. برات گفتم نه سلیمان، تو در این کار دخالت نمی کنی، فهمیدی؟ مام گفتم این مسئله از ما و تو نداره بیادر. گوش کن، بیادر میگی در او صورت گپ بیادر کلانت گوش میکنی. در این کار دخالت نمی کنی سلیمان. اما بیادر سلیمان، تو دیگه هیچ وقت در دستت سلاره نمیگیری. با دختره که دوستش داری با دویگو وعده دادی که دیگه اسلحه را دست نمیگیری. بعد از این او قسم را که خوردی به خاطر محبتت باید استاد باشی. به خاطر زندگیت سلیمان، به خاطر زنده بودن بیادر. گپا فهمیدی؟ بیادر ببین سلیمان، تو میخوایی به خاطر بیادر تو بیت بشکنانی و به خاطرش روی محبتت پای مانده تیر میشی. من یه اجازه را نمیتم، فهمیدی؟ سیفدا از عملیات خانه کسی برآمد؟ کدام چیز بد برات گفتن؟ زود شو برام بگو.
نه هیچ چیز نشده، هیچ چیز نشده. خدا داد خوب خواهد شد، همه تو نیست. خدا داد خوب خواهد شد. گوش کنی نترسی. خدا داد خوب میشه. هنوزم باورم نمیشه. در محفل سنتی یک طفل که یک قسم یک کار کده میتونه. تو به چیزا فکر نکن چشما بیمه. به خواست خداوند خدا داد جور میشه بخیر. حالا بیا یکان چیز بخوریم. انشالله. دویگو؟ احمد؟ هایی میخواستم بگویم مرا واقعا متعجب ساختی، اما گفتن نمیتونم چون در جایی که مقابل شدیم شفاخانه است. شفا باشه. کدام وضعیت بحرانی خونیست نی؟ احمد دوست دوره پنتونم است. وقت ما در فاکولته فارماسی بودم یام تپ میخواند. اما چی روزای خوب بود اما تو نیست؟ یادت آمد؟ صبر کو سعی ببینمت. والله هیچ تغییر نکدی. حالم بسیار مام سلیمان هستم بیادر. خب امیدوار هستم که عروسی نکده باشیم. نه اما عروسی ما نزدیک است. یک بار مریض ما خوب شوه باز تو هم به عروسی خواهد آمدی. مادر خدا داد بیادر خوب خواهد شد. چی میشه خوب شوه؟ خوب میشه جان مادر، خوب میشه. تو تشویش نکن. و آدمای بدی را که پدرم دستگیر کردن همونا فایر کردن اینجا میاین چی تو مادر؟ جان مادر هیچ کس به ما ضرر رسانده نمیتونه، درست است؟ تو هیچ نترس. از کجا مالم؟ مادر از کجا مالم؟ آینه که نمیبینین؟ تو چطور حالت بچه تا نمیبینی دخترم؟ مادر نکی اینجا میاین پدرم هم نیست که از ما محافظت میکنه. جان مادر هیچ کس اینجا نمیاد، تو نترس. ببین مادر کلان تام همراه ماست. دزم کسی که سر کاکا خدا دادت فایر کرده او رام پدرت دستگیر کرد. دستگیر کرده؟ بله. از این خاطر حالا دیگه نباید بترسی، برو دست روی تباشوی مام پیشت میایم. حالا دیگه آی مادر پدرش کی دستگیرشان کده؟ نه خدا فریب بتی و نه ای طفل بیچاره را فریب بتی. ای وضعیت ما را بیبی دخترم، ای بلاها را بیبی که سر ما آمده. محفل خوش ما به قتل عام تبدیل شد. ما دیگه چی توقع داشته میتونیم؟ اونجا که علیز کجا آرامی بوده میتونه دخترم. مادر جان ازت خواهش میکنم چوب باش لطفاً. آی نمیبینی طفل میترسنی که قصدن توی کار میکنی؟ ما چی میکنم مظلم؟ چی میکنم؟ به خاطر دور شدن از علی منتظر چی هستی؟ منتظر چی هستی دخترم؟ من چی میکنم ها؟ عزلم علی جان خوب شده. بیا که پس خانه بریم دخترم. دیگه تا چی وقت دیگه خانه می باشی؟ تا وقتی که ای بچه تام زیر خاک شود دخترم ها؟ ها بیبی؟ حتی گپای چون بر آدم درد میته. امکان داشت که عمر میده جان علی جان بخوره، یا امکان داشت که علی جانم مثل سلیمان شود. چرا نمیفهمی؟ مادر لطفاً ای گپ نگو. اگه علی جانه چیز شوه باز ما زندگی کردن. اما یک روز خواهد شد. اگه در اینجا به زندگی کردن ادامه بدی خواهد شد دخترم. مادر قسم نگو لطفاً. ببین در وقت سلیمانم همی کارم میکردی. خواهش میکنم مادر نکن. باز گپ بچی مده بین آردم مرا از علی دور نساز. آی انوزم به محلی حلی میگه. نه عزلم از ما همه قبول. بس از دیگه دختر ما علی جانه در خطر انداخته نمیتونم.
من حواسم گرفته از اینجا میرم. دلت که تو میری یا نمیری دختر؟ نه مادر، علی جان همراه شما نمیره، هیچ جایی نمیره، فهمیدین؟ مادر خدا داد اینجا با مرگ دست پنجه نرم میکنه. شما چی میگین؟ تا که عملیاتش خلاص نشه از اینجا ای جایی نمیرم. با پدر ما هم قسم بگوین. حتما ترسیدن. تو حال باید خانیت بری دویگاه. اوش کنی پیلوت، اوش کنی. تو مالش رو نکو دیگه. ده اینجا کلاگیره ایلا کده چی قسم برم؟ خانم نرس، خدا داد چطور است؟ این کدام عملیات آسان نیست، زیاد طول میکشن. یعنی نجات پیدا میکنن؟ هرچی از دست ما بیای انجام میدیم. ما ای قسم چطور منتظر بوده میتونی مرد قذر ترق خود شدیم. ای وقت چی قسم تیر خود شد؟ با دعا کردن. کل ما به خاطر نجات خدا داد دعا میکنیم. سالگیری تبریک باشه ایسکی. هر وقت ایره ببینی با یاد من افتی. نگو که به من چقدر با ارزش بودی خدا داد. اگر تو را چیزی شما من چی کنم؟ بس هست دیگه. این عملیات خلاص شد و خبرهای خوش بتن بر ما دیگه. انشالله. به خاطر گرفتن انتقام پدرت به تو ما علی هروغلو را روان کردم، اما بسیار میبخشی ودت بیادر. مثل ای شدم که در موضوع شخصیتان دخالت کرده باشم، مگر مام از روی ناچاری ای کار کردیم. آقا کرد به خاطر که علی جانش چیز نشه تو را بسیار به آسانی از میدانش کشید. یعنی آقا کرد بود؟ البته که آقا کرد. وقتی تو کار علی را خلاص نکدی مام گفتم کار خود ما را خوب میشه که خود ما حل کنیم، گرچه او را حل کرده نتانستیم. اما حالا که دوباره پس آمدی ودت و میخوای انتقامت بگیری، من پیش رویت نمیایم. ضرور نیست که تشویش کنی. چی شده ودت بیادر؟ نه که از گرفتن انتقام پدرت منصرف شدی؟ چطور؟ راستش من تو را قسم فکر نمیکردم. به خاطر که علی بیادر اصلی پیلوت است دو دله شدی به نظرم. علی هروغلو اگه بیادر پیلوتم باشه ودت بازم فراموش نکن که قاتل پدرت است. مطمئن هستم که خون پدرت به حساب نمیمانی. آل وقتش است که نشان بیتی بچه اصلی ارنیکوی خدا بیامرز استی. پیلوت هرچی نباشه بچه خانده او است. تو بچه مستی، کسی که قصد جان بچه مکنه ما جانش میگیرم. البته پیلوت ای کار نمیتونه. اگه بخوایم بازم ای کار نمیتونه، به خاطر که او بیادر اصلیش است ودت. یعنی گرفتن انتقام پدرت به تو مانده. ای کار خلاص کو.
دکتر صاحب وضعیت خداداد چطور است؟ تانستین او را نجات بدین؟ عملیات موفقانه سپری شد. موفق شدیم که مرا میره بکشیم. خدا را شکر. نجات پیدا کن. خدایا هزار بار شکر. خدا را شکر. لطفا زیاد خوش نشین. خطر هنوز رفت نشد آقا. چطور یعنی؟ مگم تو امیال نگفتی که عملیاتش موفقانه تیر شد ها؟ بله مرمیره کشیدیم. حالا در بخش مراقبت میبریمش. 48 ساعت به شروع داریم به خاطر که مسئله مرگ و زندگی است آقا. موضوع مرگ و زندگی؟ شفا باشه. ملاسب یاشار؟ ملاسب خداداد چطور است؟ وضعیتش هنوزم خوب نیست، اما بسیار خوب شد که آمدی بیادر. البته خداداد سر تو بسیار زیاد حق داره بیادر. تنها من ملاسب، بلکه کل مردم منطقه به خاطر او دعا میکنن. خداوند کمتان نکن. خدا داد بچه ما چطور است استاد؟ خوب است خاله نادیه، با دعای شما بهتر خواهد شد انشالله. من خوبی از همیشه دعایش میکنم بچیم. در داخلش جیگرام است. من تخم جیگردار زیاد خوش دارم. نواسیتم زیاد خوش داره، برش پخته کنین. نه بچه میره نمیگیرم. چی میشه خاله نادیه؟ به خاطر که زیاد ضرورت ندارم براتان میتم. چی میشه این از پیش من بگیره؟ بگیره بچه من میرم. با وجوده که هیچ کس خبر نداشت میامد احوال من میگرفت بچه. خداوند دستام راضی باشه استاد علی. خداوند او را دوباره به ما میبخشه. سعی و سالم سر پای استاد شده پس پیش ما میه. ایره میفهمیدم که انسان خوبی هستی، اما ایره نمیفهمیدم که یک فرشته هستی. خدا داد مرا ببخش. مطمئن هستم که خون پدرت به حساب نمیمانی. علی هروغلو، اگر بیادر پیلوتم باشه ودت، بازم فراموش نکن که قاتل پدرت است. بازم فراموش نکن که قاتل پدرت است. آل وقتش است که نشان بیتی بچه اصلی ارنیکوی خدا بیامرز استی. پیلوت هرچی نباشه بچه خوانده او است. ودت بچم تو ده اینجا چی میکنی؟ ها؟ کاکا کاکا یک دانه کاکای خود بیا ده بغلم. هوپا آفرین شیر ما. این شیر بچه را میبینی ودت؟ پدرم کجاست؟ نه که پیش خداداد پدرم رفتم. بله شیرم، پیش خداداد کاکایت رفته. تو را بان درباره خود بگو که چطور هستی. من زیاد ترسیدم، حتی به خاطر خداداد بیادر جگرخون شده. تو دی باره هیچ فکر نکو. خداداد کاکایتم خوب میشه، فهمیدی؟ ها به خاطر سنتیتم خفه نباش. یک بار خداداد کاکایت خوب شوه باز من تو یک محفل برات بگیرم که دانه کلگی واز بانه. شعر کاکاش. خب ببین، این بچه جذابم بیادرم است، یعنی کاکای تو هم میشه. هر دوی ما یک جا شده برات یک محفل بسیار خوبی خواد گرفتیم، فهمیدی؟ بسیار عالی خواد بود. چطور عدت کاکاش؟ تو هم کاکای من میشی؟ کاکایت هست بچه، البته که کاکایت هست. بچه ام دست تا پیش کو، ماچش کنه. یک دقیقه پیلوت بالیاز خدا.
کاکای چی؟ بیادرزادی چی؟ کاکایم از ما خوشش نامد. چطور؟ گفته خوشش نامد؟ امکان داره خوشش نیایه؟ البته که خوشش آمد، اما وقتی که یک دفعه برش گفتم یک کمکی برش سخت تمام شد. طرزش کم فرق میکنه، اما بیادرم بسیار مهربان است. میفهمی؟ پدرم چی وقت میایه؟ کاکا جانو کجاست؟ برات گفتم نه، پیش خدا داد کاکایت است، اما کاملا خوب است، تشویش نکن. حالا توی قسم خنک میخوری، خانه برو. ما هم دیگه خانه میرم، باز میبینیم. بخیر بری. خداحافظ. ودت. بیادر خوبم. اکت کردنت سر ما بس نبود که سر یک طفلام اکت میکنی. ای چی قسم کار طفلان است؟ بیخی اشتکاوری. مادر ما آمدم. از خوشی زیاد شوکه شد. باور نکرد. حیران مانده بود، اما باور خواهد کرد. وقتی که مرا در مقابل چشمایش جور و تیار ببینه، او وقت باور خواهد کرد. نه اون نیست. کابوس میبینم. این حقیقت نیست. کابوس است. خدای عقلم هست. اسمتم کمکم کو. اویگار خمارده. نه کی امروی بازی میکنه؟ حتما کدام بازی است؟ او آدم پست از بین رفته. سفدا؟ نه خدا داده کدام چیزی شده جان ما؟ نه خدا داد زنده است. خدا را شکر زنده است. آی دو صورت تو را چی شده؟ چرا این قسم شدی؟ من فقط کمی جگر خون شدم. اوه جان مادر، دخترک مقبوله. خدا داد. بیادرم، هر کسی که کار ده حقت کرده بزودی با جایی که میره اونجا قبرش خواد بود. برات وعده میدم. علی شفا باشه. این کار ودت است؟ نه، ودت نبود. خب او دم فعل آمده بود که سر مفیر کنه، اما فرصت پیدا نکرد. وقتی که فیر شد دقیقاً در مقابلم استاد بود، یعنی او نبود. اگه ودت کار نکده پس کی جرأت کرده که کار کنه علی؟ نمیفهمم، اما پیدایش میکنم. علی اجازه بده، میخوایم برات کمک کنم. هر کسی کار کرده با هم پیدایش میکنیم. میفهمم سر ما قار استی. ای که چرا موضوع بیادرت پت کردیم برات توضیح میتم. گفتی ودت فرصت پیدا نکرد. اگه میبود چی میشد؟ دقیقاً ما مازمی خاطر کوشش میکنم از تو حفاظت کنم. او موضوع هنوز بسته نشده آقا کرد. زیاد سوالات از ذهنم است، زیاد، اما حالا وقتش نیست.
باز وقتش که رسید دی باره گپ میزنیم. استاد علی ازگی؟ راستش من اینجا آمدم، یعنی از که خدا داده ایجاز نتانستم در خانه باشم، خواستم در پیشش باشم. فهمیدم. خوب که دی ازگی. ببین بیازم ما از اینجا دیگه میریم. تو هم اینجا پیش خدا داد می باشی، درست است؟ هیچ رده پایی نیست. نه در جای حادثه، نه هم در کامرای مخفی. هر کسی کار کرده با همه جزیاتش میفهمیده علی واضح است که اما از استخبارات آقا کرد، از استخبارات تو فقط همی پود کردن گذشته ما کفایت میکنه. علی میبرد وعده میتم هر کسی کار کرده حتما پیداش میکنم. پیلوت بگو چشما بیمه. وعدت چی شده؟ ودت هست دیگه، چی شده باشیش؟ اما تو اکتو ناز میکنه. یعنی این موضوع خب ما مربوط نمیشه نه پیلوت؟ از این که ما برات گفتم سالاره ایلاکو. نه چشما بیمه. امروی تو چی مشکل داشته میتونه؟ مشکل او بیادرم است. به نظرم که تا علی بخیلی میکنه. کلان آدم مطمئن هستی؟ چرا بخیلی کنه جانم؟ تو به سن و سال او نبین. ودت مثل طفل است، ساده است، مهربان است. حالی از این که بیادر ما پیدا کردیم فکر میکنه دیگر در دل ما جای نداره. اما تو یک چیز نیست. ودت بیادرم است. بعد از این ما 3 نفر هستیم، میفهمی؟ ما، علی بیادرم، ودت. سیس فقط مربوط من نشه خلاص. مربوط تو نمیشه چشما بیمه. تو تشویش نکن. من میفهمم چه قسم دلو رو به دست بیارم. درست است. من دیگه میرم. پیش از رفتن تو رو یک دفعه در بغل بگیرم که دلم یک کمک بلرزه. من باید برم. خداحافظ. میبینیم. ودت. بیادرم. وقتش رسیده کمرایت گپ بزنم. حداقل زنگ مرا خود جواب بده. پدر جان بچه آپا چی گپ هست؟ بشینیم؟ خدا داد پدر کجاست و چرا نامد پدر جان؟ او هنوز در شفاخانه است بچیم، اما خوب میشه. تو تشویش نکن، درست است؟ علی میشه بیایی که چند دقیقه گپ بزنیم؟ حالا تو برو دیگه ساتیری کو.
این حادثه چه قسم رخ داد علی؟ کی کده کاری کی بوده میتونه؟ نمیفهمم. نمیفهمی؟ شروعی قسم طرف من میبینی؟ نمیفهمم دیگه. اگه میفهمیدم حال اینجا میبودم. ها راست میگی. اگه میفهمیدی اینجا نمی بودی. به خاطر حساب پرسان کردن خدا در خطر نمنداختی. میفهمم. تو از من توقع داری چی کنم؟ با وجودی که یک نفر در محفل سنتی بچیم فیر کرده و یک تهدید است، توقع داری دست زیر لاشه بشینم؟ علی، میخوایم هم ما را هم خودت از این خطر به کلی دور نگاه کنی. خواهش میکنم از اینجا بریم لطفاً. این منطقه را، این خانه را، همگی را همینجا الا کده بریم. چی میشه؟ لطفاً همراه بچه ما یک جای یک زندگی نو بسازیم. عزلم، تو درباره چی گپ میزنی؟ رفتن چی؟ زندگی ما همینجاست. زندگی تو؟ سیفدا هست نه او را الا کده نمیتونی. تو چرا مرا درک نمی کنی؟ نه کاملا برعکس خوب درکت میکنم. بعد از مردن سلیمان ای که تو را الا کده رفتم مرا بخشیده نمیتونی. بخشیده نتونستی، اما ببین امروز دوباره امکان داشت عینی چیز تجربه کنیم. مرمیه که در جان خدا داد خورد امکان داشت در جان علی جان بخوره. اما نه، مشکل تو گرفتن و بردن علی جان از اینجا نیست. مشکل تو سیفدا است. با وجوده که دوباره پیشت آمدیم اما بازم مرا بخشیده نمیتونی. گفتی پیش ما پس آمدی؟ تو اگه مجبور نمی شدی اینجا می آمدی عزلم؟ از که مرا با در دولت اینجا علاقه در رفتی یک طرف. تو در مدت ای 5 سال بچه ما از ما پد کردی. اگه مجبور نمی شدی حتی خبرم نمی شدم که ما یک بچه دگام دارم عزلم. ما چی کنم پدرها؟ چی کنم؟ اتا قاتل تا پیدا کردم. میگفتم خونه تا در زمین نمیمونم اما دست پایم بسته شد پدر. در پشت آدمی که سالها میگشتم. پدر پیلوت برآمد که سالها پشتش میگشت. این چه قسم تقدیر است؟ از یک طرف کسی است که بچهت میگفتیش در بین ما فرق نماندی. کسی که حتی یک روزم برش یه حسه ندادی که پدرم درش هستی بیادرم پیلوت هست. از دیگر طرف بیادر اصلی پیلوت است پدر. قاتل تو علی هوروغلو هست. اونا بیادر هستن پدر. از یک خون، از یک رگ. فقط ما تنها موندیم. فقط ما بیچاره موندیم پدر. ما حالا چی کنم پدر؟ کسی را که پیلوت بیادر میگه اثر او آدمه که خدا در پیش روی پیلوت مندازه تا در جان عمر می نخورم. من میتونم که فکر کنم یا که نپای تو را به مر میپسنم و همیشه در مقابل او سرخم زندگی کنم پدر. ما چی کنم پدر؟ چی کنم؟ بیا بچم در بغلم بیا. آفرین. آی
پدر جان تو میفهمی من یک تا کاکای دیگم دارم. راست میگی؟ کاکا پیلوتون گفت ودتم کاکایت میشه، اما هیچ منو خوش نداره پدر. گفت های پیلوت بلیاز خدا، یک دقیقه صبر، کاکای چی بیاد از زاده چی؟ تو او را در کجا دیدی؟ همینجا در پیش روی خانه. سیس وقتی که ما او را دیدم ازش پرسان میکنم که چرا تو گفته، درست است؟ حالا تو برو ساتیری کو. یعنی که این تا خانه محمدی ویدت. این تا نزدیک بچه محمدی بدت ها؟ وقتش رسیده کم رایت مقابل شوم. وداد چی شده؟ بچیم تو چی میخوای؟ خونه بیادرم میخوایم. ببین پیلوت، پدرای ما دوست بودن، بیاز و پدرت ده حق پدرم کاره احمقانه کرد. شما طرف پدرتان نرین. احمق. خونه بیادرت میخوایی با بیغیرتی بگیری اما ترس. کسی که از خانواده شما توقع مردانگی را داشته باشه اشتباه میکنه. از بیادرم چی میخواستی لوده؟ ها؟ پدر ما دوزد ما مسلحه را کشیدم فیر کردم احمق. پس اعتراض؟ در صورتی که پدرت قدر دوست داری پس مام تو را پیش پدرت روان میکنم. حال آخرین دعایت بخوان. برین ببینین کی است. سلایتا پوین کو. تو دیگه کی هستی؟ خب شناختمت. علی هروغلو هستی. وقتی که میفهمی من کی هستم دو صورت ایرا میفهمی که من چی کده میتونم حالا سلایتا پوین کو. ای آدم بیادرم از بین برده. دو صورت برو پیش پلیس بگو. حال از اینجا رنگت گم کو. وداد شکر بکش که علی هروغلو آمد. ای آدم نجات داد. اما ما خونه ما را در زمین نمیمانیم. ما و شما بازخواد دیدیم. هر وقت که خواسته باشی اما مردواره بدون بیغیرتی. درست است بچه؟ درست است.
اینا کی هستن ودت؟ هر کسی که هستن به تو چی؟ پرسانشان میکدی تو چرا با من کمک میکنی؟ حالا زود چو جوابتی چرا برام کمک میکنی؟ آها ایره بگو برام. همراه تو حساب دارم هارون. میفهمم ودت، با هم تصفیه حساب میکنیم، اما این حساب فقط در بین ما و تو می باشه. در دنیا حساب نیست که نداده باشم، خدا را شکر. اما بین خود ما وقتش که رسید شروع میکنیم. زیاد منتظر نمیمونم. منتظر نمیمونی؟ ای ودت هر چیز در بین ما و تو یک مشکل خلق میکنه. وقتی من عاشق شدم 1000 رقم مکتو ناز کردی سرم، بیادر ما پیدا کردم از بخیلی گم شدی. من خود تو ریج نشناختم، بچم کت تو چی کنم؟ ودت ما و پیلوت پشت قاتل پدر ما گشتیم چندین سال. نگو که تو بودی، در چشمای ما دیده خجالت نکشیدی ها؟ در بیخ گوش ما بودی بچه. ببین ودت، من نمیفهمیدم که تو بچه ارنیکو هستی. چوب باش. نام پدر ما در زبان کسی فتنگی هروغلو. بیادر حالی از خاطر که بیادرش هستی شاید پیلوت تو را ببخشه، اما من هیچ وقتم نمیبخشم. قسم مام نمیشکنم. ودت ببین ودت، حساب ما را بعداً تصفیه میکنیم، فقط در بین خود ما. اون نباید خبر شوه. در بین خود ما باشه، فقط در بین خود ما. ودت بچه اینجا چی گپ هست ها؟ بیادر تاهر آمده بود با گرفتن انتقام بیادرش. چی وقت بچم؟ کجا هستن؟ رفتن. بیادر تو در اینجا چی میکنی؟ ما با دیدن تو آمده بودم، دیدم که ودت هم محاصره کردن. تو هم بیادر من نجات دادی، همونطور است بچه؟ میفهمی خداوند بیادر ما رو به ما روان کرده ودت، خداوند روان کرده. یادتان است من براتون گفته بودم، من براتون نگفته بودم که اگه ما 3 نفرم دست شویم هیچ کسی همراه ما کاری کرده نمیتونه. بعد از این ما 3 بیادر هستیم و درباره 3 بیادر هر کس بشنوه و بفهمه هیچ کس در مقابل ما آمده نمیتونه. باز کجا میری های کل خراب؟ آی بیادر تو بدل نگی، از اینکه محاصره شده و تو نجاتش دادی کمی غرورش زیر پای شده. تو کارای او رو بدل نگی، او همونطور است، کلان معلوم میشه اما مثل یک طفل رویت داره. همونطور است، وقت بشناسیش باز تو هم خود فهمیدی. حالا بیا یگان چیز بخوریم بریم. نه من کم کار دارم، حالا میرم. تو پیشتر نگفتی که پیش ما آمده بودی بیادر؟ سعیز دیگه با دیدن تو آمده بودم، اینه دیدمت. تا ندیدی نتونستی بری، همونطور است بیادر. میفهمی ما تو شدیم. من میخوایم همیشه در پیش چشمایم باشی، ولی قسم میخورم به خاطر حسرت روزایی که ندیدمت ای مام نمیتونم تحمل کنم بیادر. میخوایم در بغل بگیرم. آی صبر کن، میخوای گریان مرام بکشی؟ بعضا میگم که
ما یک بار خو نباشم در خو نبینم که امروی بیادرم به هم رسیدیم. بعدش وقتی تو رو بغل میکنم او وقت باز میفهمم که خو نیست. وقتی بغلت میکنم ناخودآگاه احساساتی شده قلبم راحت میشه. حالا ما دیگه میرم. بعداً باز میبینیم. بیادرم. به امیدی دیدار. ای ودت لوده. ودت! ای ودت! سر چی گپ است؟ ده اصل سر تو چی گپ است؟ ها؟ ده اصل سر تو چی گپ است؟ یک دفعه گم میشی، بعد از 10 روز پیدا میشی، باز پس که آمدی کلی چیزا میزنی، گد ود میکنی. گپ بزن نه؟ بچیم گپ بزن، چی گپ است؟ چرا ناز میکنی؟ های من چرا بیادر من نمیشناسم؟ بچیم یک طفل خورد تو را کاکا میگه، دستت ماج میکنه. تو دیگه چی میخوایی؟ گپ بزن نه؟ های مثل بوت واره در پیش روی مستاد نشو. گپ بزن، کلمه را خراب نکو. بیادر نه که من بیادرت نیستم. وقتی مشکل می داشته باشی چرا برای من نمیگی ودت؟ ها؟ چرا؟ آی پیلوت، گپ بزن بچه. ها؟ همه تو چپ چپ سیل میکنی و پشت تا دور داده میری. گپ بزن بچه. مگه تو گپ دل تنگویی، درد دل تنگویی، من خود جادوگر نیستم که بفهمم. بشنو بچه، بیادر ما پیدا کردم که سالا پشتش میگشتم. تو به جایی که در خوشی ما شریک شوی سرمای قسم محاصره کده میری. هر دویتان بیادرای ما هستین. بیادرایم هر دویتان. های گوشت هیچ وقت از ناخون جدایی نداره ودت. به خاطر که بیادر ما پیدا کردیم کتم گپ نمیزنی. پدر ما ارنیکو به ما ای را یاد داده بود که در بین اندر و اصلی فرق نمانیم بچه. به ما اندر و اصلی فرق نداره. نه از تو منصرف شده میتونم، نه هم از علی منصرف میشم. فهمیدی؟ ای را در این مغز پوچت جای بته و ای را باید قبول بکنی. دیگه به خود بیا کمی بچم. چی گپ هست سرت؟ ربطی نداره پیلوت. چطور ربطی نداره بچم؟ ها؟ چطور؟ البته در او صورت خیلی به خاطر دویگو هست. ها؟ ما به دویگو وعده داده کارهای خلاف ایلا کردیم. از همی خاطر است نه؟ من حال گپ دلت فهمیدم، حال درکت کردم بچیم. خوب خیر ببینی. هیچ چیز نفهمیدی پیلوت. هیچ چیز بیادر. یک دفعه میره و یک دفعه دیگم استاد میشه. چیزی که مهم است در وقت استاد شدن سرش حمله کنیم. او کلا جای میپالا نویگار. او کدام چیز پیدا کنه چی؟ هر چقدر که میخواین باند بپالن، هیچ چیز پیدا کردن نمیتونن. کارای نیمه ما را ودت خلاص میکنه. ما به زودی به سفدای میرسم سارب. مقابل شدنت با سفدارای درست نسویگار برات بد میشه. رایی که به سفدا نرسه اگر درستم باشه چی فایده داره سارب؟ ما هر کاری که کردیم به خاطر سفدا کردیم. تو حال ای گپا را بان او ودت تعقیب کو بچه.
حال به ودت تا صبح وقت میتیم. علی هروغلو را اگه تا صبح کشت خو خوب، اگه نکشت ما یک راه دیگه پیدا میکنم. سیفداره پیش آدم احمق نمیمونم. حالا دیگه میگه او خدکه و مایی بگی یام تفرقه پرتو و سر مردم حکومتگاه. راست نمیگم صاحب؟ از کجا پیدا کنیم او به شرفا کی بوده؟ در صورتی که از خود اجرت پای نمانده. در او صورت به این معناست که از طایفه دشمنای ما نیست. حتی سریع ترین قاتلای خونی هم یک اشتباه میکنن سلیمان. ما مشتبه را پیدا میکنم. حالا که ما وضو دارم میرم نماز میخوانم. سیس بیادر، ما هم دم اینجا قسم میگردم. سیس تو یاد داری که چه قسم وضو گرفته میشه؟ یاد دارم. نشان بده ببینم چه قسم وضو میگیری. ببینم صحیح وضو میگیری یا نه. اول دستای ما را میشویی. خب بعد از او باز 3 دفعه دان ما را میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. 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 آمین. خداوند قبول کنه بیادر. خیر ببینی بیادر. قبول حق باشه. بیادر، راستش من حال زیاد دعا کردم به خاطر خدا داد. یعنی دعای من قبول میشه انشالله. این دیگه چی منامیت سلیمان؟ البته که قبول میشه. مهم ای است که دعا از صمیم قلب باشه. در دنیا بجز از دعا دیگه چی داریم که ما را با پروردگار ما نزدیک میسازه؟ اگر دعا نمی داشتیم پس خداوند به خاطر ارزش دادن به ما چرا قرآن کریم نازل کرد؟ دعا به معنای همیشه خوبی کردن است و هم با وسیع ترین مفهومش. به انسانا، به حیوانا، به کل زنده جانا، حتی به معنای کمک کردن به یک پشه است. بالاخره دعا کردن خوب بودن انسان نشان میده. همیشه باید دعا کنیم سلیمان. خدایا چی میشه خدا داده چیزی نشه. تو را دوباره به ما ببخش. آمین.
علاج کنین. این بیچاره از دست پای ماندن. ما و تو بریم پیش دریا رقص کنیم. ببینیم خدا داد. بگی ببینیم. حالا دیگه بخیز خدا داد. هر دی ما یک جای بریم ما جای دریا رو ببینیم. یک بار چشمای مقبول تواز کن. وعده میتم دیگه هیچ وقت دست اعلام نمی کنم. حتما من تو احساس کردم. خدا داد صدای مرا مشنوی. دکتر صاحب پرستار کس هست؟ دکتر صاحب چی شده؟ گراف قلب خدا داد تغییر کرده، دست من فشار داد دکتر صاحب. در وضعیتش هیچ کدام تغییراتی نامده؟ چطور یعنی کدام تغییرات نامده؟ دست من فشار داد، با چشمای خود دیدم دکتر صاحب. در این قسم وضعیت آمدن تغییرات در گراف کاملا عادی است. بازم باید منتظر باشیم. نبود هیچ تغییرات عادی مادی نبود. من میفهمم صدای مرا مشنوی خدا داد. به خاطر که مرا دوست داری کار کردیمه، به خاطر که دست گرفتم تا وقتی که تو چشمای تواز میکنی من در پیشت می باشم خدا داد. چی میشه به خاطر من تحمل کن. سیفدا به خاطر خدا داد ختم قرآن گرفتن من اونجا میرم. خداوند قبول کنه مادر جان. تو نمیخوایی امرم بری؟ نه من دائما در خانه میخوانم. سیفدا بیبی شاید دکترها به خاطر وضعیت خدا داد چیز خوب نگفته باشن، اما از خداوند نباید ناامید شویم. امیدوار باش، درست است دخترم؟ شما تشویش نکنین. حالا دیگه دختر مقبول باز خواد دیدیم. چی گپ هست؟ خانم عزیزه تو کی هستی؟ از من چی میخوایی؟ از تو فقط خودت میخوایم سیفدا. چند دفعه برات بگویم من در دنیا بجز از تو دیگه هیچ چیز نمیخوایم. تو یعنی تو نمردی؟ اما من از شنیدن این سوال بسیار خسته شدم سیفدا. هنه تو مردی، تو از من رفتی مردی. فهمیده شد. تا وقتی که تو با چشمای خود نبینی باور نمیکنی سیفدا. پایین بیا، در پایین منتظرت هستم. خدا جزایت بده، خدا لعنتت کنه هر کس که هستی. ما هم تو را دوست دارم جانم. بیا دیگه که منتظرت هستم. خدایا من چی کنم؟ یه حقیقت نداره. اویگار مرده. این کابوس است. کلش کابوس است. اگه زنده باشه
هنی اویگار مرده همراه ما بازی میکنه خانم عزیزم دوری ما تحمل کرده نتانستی و پایین آمدی نه؟ های میفهمم که تو هم بسیار پشتم دق شدی. طرف دست راست دور بخور، طرف دست راست. اما تو مستقیم بیا، پیش من میرسی عشقم. هنی اویگار مرده خوش آمدی خانم عزیزه. حتی در روز عروسی مام اقدر هیجانی نبودی. نه که وقته مرا از دست دادی باز ارزش مفهمیدی. های جانم، حالا پیش بیا که تو را از اینجا ببرم. بیا دیگه عشقم، بیا جانم. هنی تو مردی اویگار مرده هنی مردی این حقیقت نداره. او هم بسیار پشتم دق شده. کوشش میکنم تو را دوست داشته باشم. راست میگی؟ تو قصد داری چی کنی لعنتی؟ راست میگم اما کمی وقت در بر میگیره. تو میخوای چی کنی آدم روانی؟ این ویدیو را میخوایی که یک بار علی هم ببینه؟ خدا لعنتت کنه. فقط با ما کمی وقت بده، درست است؟ ما با کمی وقت ضرورت داریم اویگار. شاید با گذشت زمان ما تو را خدا لعنتت کنه. استاد علی شب بخیر. کاکا چنگیز شب شما بخیر. چطور هستین؟ خدا داد چطور است؟ منتظر خبر خوش هستیم کاکا. انشالله. استاد علی جگرخون نباش. خدا داد به خواست خداوند جور میشه. انشالله. ما به خاطر خدا داد کل شب دعا میکنیم مولا علی. خداوند کمتان نکنه. خداوند از شما راضی باشه. از کل ما. شب بخیر. خداحافظ. بخیر برین. کجا میریم بیادر؟ به شفاخانه؟ پیش از اینکه شفاخانه برم باید یک بار خانه برم. البته او روز علی جان زیاد ترسیده بود. بیچاره پدرشو میخوایم. به او خاطر میری؟ کاش که دو واد فقط علی جان میترسید. اوزلمون ترسیده بود. ما بعدا باز برات قصه میکنم. خوب است. در صورت من پیش دویگو میرم. یک بار او رو ببینم. بعدا به شفاخانه میرم. سیس. خداحافظ. خداحافظت. این کابوس است. من کابوس دیدم میرم. خدا لعنتش کنه. چی گپ از من چی میخوای آدم پس؟ چی گپ؟ این محبته که در بین ماست هیچ وقت نمیخوایم که خلاص شود سفدا. گفتم چی میخوای؟ تو از من چی میخوای؟ مایره خود چند دفعه برای سابق گفته بودم نه سفدا. اما اگه تو میخوای که بار بار ایره بشنوی با خاطر تو ایره گفته میرم که من تو را میخوایم. خدا لعنتت کنه. این خواستت هیچ وقت پوره نخواهد شد. در او صورت شرط ها را یک دفعه دگان برات میگم سفدا. اگه تو پیش من نیایی علی او ویدیو را میبینه. وقت هیچ گپی هم نمیشه نه؟ کمی قار میشه. اما سینان چطور؟ خوش کنی.
هوش کنی به بدنم کدام ضرر نرسانی. هوش کنی. چطور میتونم با او ضرر برسونم؟ زندگی شرم است، شرم است. به خدا سفته، تو مرا هیچ نشناختی. سینان مثل بیادرم است. من فقط میتونم به خاطر او کمی به تشویش شوم. مثلا حال دخانه آقا کورت است، اما تو نیست؟ وقتی و دوست دختر شام. اما چند دقیقه بعد از او خانه میبراید، اما تو نیست سفته؟ خدا نگاهش کنه. اگر در آبرش کدام اتفاق بیفته چی؟ یا او مرمی که در محفل سنتی در جان خدا داد خورد، اگر در جان سینان میخورد باز وقت چی میکنی ها؟ لعنتی، تو از من چی میخوایی؟ چرا این کارم میکنی؟ به خاطر عشق ما این کارم میکنم سفده. به خاطر خوشبختی دائمی تو این کارم میکنم. تو حتما پیش من میایی سفده جان. به خاطر هر دوی ما کل چیز تنظیم کردیم. سبا آدرسه که برات روان کردیم حتما میایی. و حاد از این درباره گپای ناق هیچ چیزی به علی نمیگی. وقتی که زنگ قطع کردم این شماره را حتما پاک میکنی. من هیچ جایی نمیرم لعنتی. حتما میایی سفده. اگر نه پیش از کشتن علی هروغلو از سینان شروع کرده، باز کسایی را که دوست داری کلشون دانه دانه از بین میبرم. تو نمیخوای سر دوستایت کدام بلایی بیاید نه؟ درباره این گپا به هیچ کسی نمیگی سفده. و تو پیش من میایی سفده جان. خانم عزیزه، تو را از راه دور میبوسم. منتظر خبر خوش ما باش. خدا لعنتت کنه. خدایا خودت کمکم کن. ما دیگه رفتم تا هم کم خوک و نفسم. بازم به اون منطقه میری؟ اگه قاتل هنوز اونجا باشه چی؟ اگه دوباره کار کنه و تو را چیزی شود؟ تو یک چیز نمیشه زینبم. با نظرت باز جرأت کار داره؟ از کجا میفهمی سینان؟ نه تا او آدم دستگیر نشده و بندی نشده آرام بوده نمیتونم سینان. آی کجا میری؟ پیش پدر میرم، پرسان میکنم درباره او قاتل کدام سرنخ هست یا نه. کدام چیز پیدا کردین جان؟ متاسفانه آقا هیچ چیز پیدا کرده نتونستم. یعنی چی که پیدا نتونستین؟ چطور امکان داره؟ در زیر زمین خونه رفته؟ کسی که کار کرده اویگار نباشه جان. اما آقا او خود مرده. اما جسدو را پیدا نتونستیم. فراموش نکو جان، از مردن کسی که جسدش پیدا نتونستیم اصلا مطمئن بوده نمیتونیم. اگه واقعا نمرده باشه، اگه او باشه، در او صورت آرام نمیشینه جان. تا وقتی که من از بین نبره و تا وقتی که کل حقیقت آشکار نسازه آرام نمیشینه. ولی اون وقت خبر شو آرام نمیشینه. از کل گذشته ما خبر میشه، درباره رابطه ما با نیکو خبر میشه. اگه از گذشته زینب خبر شو باز چی میشه؟ با تو چند دفعه گفتم جان، درباره زینب فقط ما و تو میفهمیم. فهمیدی یا نه؟ با خاطر که از این راز هیچ کس خبر نشه هر کار میکنیم. دخترم باید باور داشته باشه که ما او را از یتیم خانه به فرزندی گرفتیم. این راز امرای هر دوی ما یک جای و زیر خاک خواهد رفت. اولادای تا یک جای نگاه کردن نتونستم. زینب خوش آمدی قند پدر.
زینب چی شده ملکم؟ حالا دیگه که بریم بخیر. حالا براین ها دویگو. آی دخترم تو هم همراه ما میامدی. حالا این قصه لیف دیگه از کجا شد؟ پدر دختر زنگ زد گفت وضعیتم خوب نیست ضرورت دارم برد. باز ما چی میگفتم پدرم اجازه نمیده. ها چی میگفتش دیگه علی هان جان؟ یعنی اینا دخترها هستن در بین خود گپای خصوصی دارن. تو هم سری دختر قسقت گیری نکن. سعیز ببین فقط زیاد وقت نکنین. در ساعتی که وعده دادی در خانه میباشید. درست است؟ درست است. درست است. حالا بخیر برید. حالا جانم. سلام بگوی جان. خداحافظ بخیر برید. کاکا علی خان خاله میرال. احمد بچیم. احمد های چقدر متعجب شدم. های چقدر بخش تو را ندیده بودم. چطور هستی بچیم؟ خوب هستم زنده باشین. شما را که دیدم بهتر شدم. شما چطور هستین؟ الحمدلله قسمه که میبینی کاملا خوب هستیم. دویگو چی گپاس چطور هستی؟ اینا باز دیدیم. خیرتی زنده باشی. طرفای شما چی گفت؟ خیرتی احمد در شفاخانه کار میکنه که خدا داده اونجا عملیات شد. پدری دکتر است. امروز مقابل شدیم بعد از سالا. یعنی دکتر شدی ها؟ آفرین به تو. زیاد وقت شده بود که احمد انا دیده بودیم. نمیرال توبه. او روز مثل دیروز به یادم است که دویگو با ما معرفیش کرده بود. هیجانش به یادم است. چقدر زود گذشت. سالا چقدر زود میگذره. والله سالا زود میگذره اما شما هیچ تغییر نکردین ماشاءالله. حالا میرالا که میبینم حالا جوانات زیاد مقبول است. شما ماما تو حالا ماما قسم هستین ماشاءالله. آیا زیاد روی میکنی؟ البته که پیر شدیم جانم پیرتر میشیم اما زنده باشی. میفهمی بچم چند روز پیش در یادم آمدی با خود میگفتم این بچه کجاست چی میکنه. دمو فکر بودم نگو که نصیب ما بود که امشب کدید مقابل شویم. او روزا رو به یاد داری نه؟ دویگو چقدر خوش بود. یادت است که ما هیچ به تشویشش نمی بودیم ها؟ راستی احمد تو در اینجا چی میکنی؟ دوست مادرم خاله ایمان وام در اینجا زندگی میکنه. دمی کوچه میرفتم کوره پیچکاری کنم. باز شما را دیدم. او زن کم پیر است. رفتن نمیتونه. وقت از شفاخانه که برایم باز پیش او میرم. فهمیدم. شفا باشه. کار خوبی میکنی بچم. آفرین. ثواب میبری. ما دیگه میرم. اونا منتظرم هستن. نباید زیادتر از این منتظر بانن. سعید جانم حالا برو دیگه. احمد بیشتر از این مزاحم تو هم نمیشم. خاله ایمانم زیاد منتظر نمون. ها بله البته منتظر نمونن. ما شما را که دیدم زیاد خوش شدم اما ایت خوب نشد. ما یک روز به دواخانه تان میایم. در اونجا با هم بیشتر گپ میزنیم. سعید البته حتما بیایی. چرا در دواخانه؟ خانه بیا بخیر. خانه ما بیا. البته خاله میرال البته میایم. زنده باشین. دو صورت شبتان بخیر. شب بخیر. بخیر بری بچه. بخیر بری. ما میرم. حالا دیگه خداحافظتان. درست است. ببین فقط موبایلت روشن باشه. وقت زنگ میزنم خاموش نباشه. سعید پدر تشویش نکنین. باز میبینیم. بخیر بری دیگه. های علی هان این بچه دکتر چی باشه تو میفهمی؟ نمیفهمم دیگه دفعه ازش پرسان میکنیم. ببین باز جواب نمیده. ودت لوده. از دست بخیلی کاملا دیوانه شدی. اما با استاد علی یک رقم عادت خواد کردی بچه. عادت میکنی. او بیادر تو هم خواد شد. بخیلی هم از خود حد داره دیگه. مشکل تو خوب نیست. اما هر چی که میگی بگو. صلاحی را که به خاطر دویگو اعلام کردیم دیگه هیچ وقت در دستم نمیگیرم. ایره باید بفهمی. در دستم نمیگیرم. پیلوت؟ چشما بیم. والا من زیاد ترسیدم. گفتم شاید نیایی اما آمدی. خوب کردی که آمدی. به خانواده چی گفتی؟ گفتم میرم یک دوستم میبینم. این خوب بسیار آسان بود. آسان بود. دایی دیگه چی گپ است؟ در این زمان دوست هم هستیم. و این گپایت از جمله دروغ حساب نمیشه. چطور حساب نمیشه؟ دروغ گفتم خواهر خانده من میبینم. گفتم نام شیلیف از مرا خواسته. یک دفعه رفته او رو میبینم. بشنو چی میگم. تو در دروغ گفتن خوب صحیح ماهر شدی نه؟ اوف پیلوتا بیاز دروغ گفتن به خانوادیم بسیار زیاد جگر خونی میکنه. چشما بیمه. اینا فقط دروغ مصلحتی است که به خاطر عشق پاک ما باید گفته شود. مصلحتی است یا نه؟ خلاصه دروغ است. اما به خاطر دیدن چرا باید دروغ بگوییم؟
چرا کلگی علیه عشق ماستن؟ یک دقیقه منظورت از هر کس بجز پدرت دیگه کی علیهش است؟ ودت؟ تو پشت ودت گرفتی دویگو. یه تو یک چیز نیست. مگه پایت شنیدم به خاطر ما بیادریتون خراب شده. نه دیگه اشتباه شنیدی. علی جان، عزلم ما بچه ما گرفتم میرم علی. با بار دوم به خاطر حفاظت از او مجبور هستم از پیشت برم، اما هرگز سر ما قار نشی. خودت همه قسم خواستی. علی؟ دروازه باز بود، باز آمدم. کدام چیزی شده؟ از سینان شروع کرده. باز کل کسایی را که تو دوست داری دانه دانه از بین میبرمشان. علی جان کجاست علی؟ عزلم، علی جان برده. خب کجا بردهش تو میفهمی؟ فکر میکنن ده اینجا ده خطر هستن سفدا. میخوای از او حفاظت کنه. کوشش میکنه عین چیزا را دوباره سر ما تجربه کنه. کوشش میکنه بچه ما از ما جدا بسازه سفدا. علی واقعا زیاد جگرخون شدم، اما شایدم همین کار درست باشه. نمیفهمم بی از او بودنشانم در اینجا او قدر، یعنی گوش کن. علی جان از تو دور کده کوشش میکنه قلبت به درد بیاره، اما این کار نمیتونه چون تو پدر علی جان هستی. من نمیخوایم در بین تو و ودت بیایم پیلوت. ما هم نمیخوایم در بین دختر و پدر بیایم، اما متاسفانه بعضی کارا قسمی است که ما نمیتونیم کاری کنیم. هر دوش عین چیز نیست. درست است، عین چیز نیست. حداقل پدرت دلایل منطقی داره، او میخواد از دخترش حفاظت کنه، اما دلیل ودت چی است؟ فقط احساسات و بخیلی ناق. به خاطر که ودت مرا قبول کنه، مرا عضو خانوادهش بدانه، ما باید چی کنم؟ نیاز نیست کدام کاری کنی دویگو. به مرور زمان عادت میکنه. اگر نخواه عادت کنه اوش دیگه مربوط ما نمیشه. اما بعد از استاد علی او تنها بیادر تو است. با وجود که میفهمه از تو منصرف نمیشم، اما بازم همه قسم رفتار میکنه، یعنی که هرچی دیده از چشم خود دیده دویگو. دازم مشکل او تنهایی نیست، با علی بیادر من بخیلی میکنه. برات گفتم دیگه. تو ده قصه گپا نباش، من زبان او را میفهمم. تشویش نکو صدقه چام. سیس حالا دیگه نه وقت شده، آستا بریم. پیلوت من دیگه میرم، پدرم ما رو نبینه. درست است. هیچ چشمای آبی مقبوله که امشب دیدم تا صبح به من کفایت میکنه. خداحافظ.
او حساب پرداخته میشه، اما او حساب فقط در بین خود ما می باشه، فقط در بین خود ما. در بین خود ما استاد علی، فقط در بین خود. ودت دوی گستم میشه هم دگره ببینیم؟ میخوایم که گپ بزنم از او خاطر. چوری قسم میشه؟ چرا امو وقتی که میگیم کل چیز خوب شده دنیا سر ما چپه میشه؟ کل چیز خوب میشه. صبر داشته باش. درای مکافات بزرگترین امتحان است. کم صبر داشته باش. تو به خاطر چی آمده بودی؟ هیچ، فقط به تشویش شده بودم. مطمئن هستی؟ هیچ خوب معلوم نمیشی. نه مطمئن هستم. علی لطفاً زیاد متوجه خودت باش، درست است؟ اگه تو را چیده شوم از زنده بودن نمیتونم. تشویش نکن، جیگر خون نباش. من متوجه همه چیز می باشم. حالا بریم دیگه. اول ایره پیدا میکنم که علی جانه کجا برده. بعدن با دیدن خدا داد شفاخانه میرم. بریم. من از شفاخانه باز برات زنگ میزنم، درست است؟ سیس علی میای سفدا اگه نه پیش از کشتن علی از سینان شروع کرده، باز کل کسایی را که دوست داری دانه دانه از بین میبرمشان. زیاد دوستت دارم، به نهایت دوستت دارم. این هیچ وقت فراموش نکنی، درست است؟ ما هم زیاد دوستت دارم سفدا. تو هم هیچ وقتی را فراموش نکنی، درست است؟ حالا برو دیگه، برو اگر این وقت میشه. برو. سیس به هیچ کدامشان ضرر رسانده نمیتونی. من اجازه نمیدم. ازلم ما برات گفته بودم سینان، گفته بودم که پدرم برام دروغ میگه. اما او کسایی که در یتیمخانه بودن ما دروغ گفتن؟ او قدر ورقا چی بود که برای ما نشان دادن؟ فقط که نمیفهمی پدرم چقدر قدرت داره. او ورقا که بود نیست سینان، او را جور کردن او مثل او خوردن است. تو استغفر الله. ورقای اصلی و کل چیزایی که پدرم نمیخواه ما بفهمیم کلش در صحیفش قلف است. یعنی رمزش هم میفهمی؟ نه. دو صورت صحیفه چطور باز کنیم؟ رمزش یاد میگیریم. از کجا؟ چه قسم یاد میگیری زینبم؟ ای دختر درباره چی کتم گپ میزنه ها؟ نه که از موضوع علی خبر شده چطور؟
میبینم در جایی که میخوای انتقام بگیری اونجا لب دریاست وداد بیادر جان. بازم تو احمق. مام علاقمنده ای قوار چتال مردارتو نیستم وداد جان. گلو بیادر وقتی از تو خبر نامد گفتم یک دفعه خودم برم و ببینم که چی گپ است. اویگار از اینجا برو. منتظر یکی هستم گپ فهمیدی؟ اوه وداد بیادر ما دغمی هستم که انتقام پدرت بگیری؟ تو دغم عشق و عاشقی ماندی چطور؟ چی شده؟ نه که تو هم به مثل پیلوت عاشقی را شروع کردی چی بلا؟ عاشق چی لوده؟ عاشق نشدیم. حالا از اینجا برو میگم کار دارم. نه یعنی امکان داره. بسیار طبیعی است. به عشق زیاد احترام دارم اما البته کافی است که او عشق یک طرفه نباشه جان بیادر. ببین عشق ما بیچاره خو یک طرفه بود نه؟ از اما خاطر از بین رفت. تو سر علی فایر کو باز کل چیز مثل سابق پس جور میشه. اویگار ما در پشت حساب کتاب خود میگردم. کاری که با فایده تو باشه هیچ وقت امور نمیکنم. واقعا تو در پشتش هستی؟ اما علی هنوزم زنده است. به خاطر گرفتن انتقام از علی در مقابلت هیچ مانعی وجود نداره. البته گپ ترسیدن جداست دیگه. تو کی ده ترسو میگی لوده؟ در صورتی که نمیترسی وداد بیادر چرا نمیری و علی را از بین نمیبری؟ بله مادر؟ بله دخترم تو کجا هستی ها؟ طرف خانه که می آمدم دوستم دیدم گفتم لب ساحل بریم هوای تازه بگیریم. هوای تازه چی دخترم؟ امی وقتش است. بیاز و پدرت خو میشناسی وقتی در پیشش نباشی نق زده میره. چی کنم مادر؟ در خانه مثل زندانی و بندی باشم؟ سیز گفه دراز نکو تالنت زود بیا سیز. حالا دیگه فهمیدم که از طلا کشیدن در مقابل علی بسیار میترسی و دست و پایتان میلرزه. حتی امکان داره که وقتی او را ببینی پیش پایش بفتی. خوخی بسیار ترسو هستی. اویگار تو مرا تا حال خوب نشناختی. ما از هیچ کسام نمیترسم. اگه نمیترسی تا حال وقت کار علی را خلاص کرده بودی و او را به دوزخ روان میکردی. نه راستی این کار نمیکنی به خاطر که پیلوت جگرخون میشه. اما پیلوت که پدرت از سرکا پیداش کرده و بچه گفته و بالاخره کلانش کرد. از گرفتن انتقام پدر اصلی کده مهمتر است وداد. ما طور قسم فکر نمیکردم. تو فکر نمیکردم که از گپ تیر شوی و خون پدرت در زمین بانی وداد. ما تو را درست نشناختم. افسوس افسوس به حالت وداد بیادر. صد افسوس صد افسوس به حالت. او اویگار نیست؟ به نظرت فشار آوردن سر وداد کنم فایده خواد کرد؟ تا وقتی که انتقام پدرش نگیره او زندگی کده نمیتونه. اگر نه از دنیای خود بیرون میشه. آخر مجبور میشه که علی را از بین ببره. من فقط کوشش میکنم که کمی زودتر دست به کار شود. چطور سارپ؟ مام در چشماش دیدم که او علی را حتما از بین میبره. مام تا وقت سیفدار گرفته و به جای دلخواه خود میرم. لوده ازی که فریب گپای اویگار خوردی نه؟
افسوس به حالت وداد. افسوس به حال اولادای به مثل تو. ودت مرا چرا اینجا خواستی؟ درباره چی گپ میزنی؟ ببین، از اینکه پیلوت و علی بیادر هستن اگه در این باره گپ میزنی تو خدا در این موضوع دخیل نساز. نه، ما درباره خودت میخوایم گپ بزنم. درباره ما؟ بله. پیلوت گفت در این وقتا ازش دور شدی و امرایش عجیب روی میکنی. ما خواستم پرسان کنم که این موضوع به من ربط داره یا نه؟ نه، با تو هیچ ربط نداره. در او صورت خیلی به کی ربط داره؟ بیبی ودت، ما یک نقطه مشترک داریم. هر دوی ما پیلوت دوست داریم. اگه کدام چیزی دیگه از باز نه، هیچ چیزم نیست. سیس تو که میگی گوش کو، اگه با پیلوت به خاطر ما کدام روی بد میکنی، ما فقط هم قدر میخوایم که او دامن باشه. اگه تو هم واقعا نور دوست داری باید کوشش کنی از این دنیای کثیفه که شما داری نور دور نگاه کنی. اگه نه، ما نیت ندارم که در بین شما فاصله ایجاد کنم و این کار نمی کنم. اگه او رو به خاطر که میخوای خود از دنیای کثیفه که شما دارین دور نگاه کنم و قصر ندانی، زیاد خوش میشم. خواستم امیگه پاره برات بگویم. شب بخیر. خبر داشتی که اویگار زنده است؟ چرا ایر از کلگی پت کردی؟ که تو چی پلان داری ودت؟ ما ای گپه به پیلوت چطور بگویم؟ ازگی؟ ازگی؟ خوابم برده بود. تو هم دیگه خسته شدی. حالا برو خانه کم استراحت کن، من اینجا هستم. ملاسم خدا داد چطور است؟ نمیفهمم یاشار، مامم یاله اینجا آمدم. ملاسم بعد از اینکه از دکتر معلومات گرفتین شما میتونین برین. ما با جای خانم میزگی اینجا میباشم دلتان جمع. امروز با یک لحظه فکر کردم چشمایش باز میکنه اما نکرد. واز میکنه ازگی، چشمای خدا واز میکنه و با خنده گرمش طرف ما خنده خواد کرد. حالا تو دیگه خانه برو استراحت کن. مولا صاحب تو از مردن میترسی؟ کلگی دی دنیا میفهمن که دنیا فانی است. از مرگ نمیترسن، نباید هم بترسن. نظر به گپای شما از مردن نمیترسید. بیبی قسمی که دنیا فانی است، نفس انسان هم فانی است. خدا داد از او خاطر هر قدر که انسان بگوی از مرگ نمیترسم، بازم به خاطر جدا شدن از کسایی که دوستشون داره، به خاطر که دیگه نمیتونه اونا رو ببینه، بازم میترسه. من فهمیدم مولا صاحب. تو
به خاطر که نمیخوای از سیفداد جدا شوی از مردن کمی میترسی. خداوند عمر مرام به شما بده و شما زود نمرین. این دیگه چه قسم گپ از خدا داد؟ من هیچ کسی کوی ندارم مولا صاحب، کسی دوستم هم نداره. به خاطر ترسیدن از مردن دلیلم ندارم، اما شما خود دارین. خدا داد. تو را کسی دوست نداره؟ در این منطقه کسی نیست که تو را دوست نداشته باشه. از کلگی کدم من معلوم میشه تو زیاد حوض داری که از این دنیا بری. در فکر یام نیستی که من چقدر جگرخون خود شدم. بیا در بغلم. خداوند از عمر ما کم کرده، به تو بته خدا داد. انشالله خوب میشه بیادر. خانم عزیزم، دادرسی که روان کردی منتظرت می باشم. خدا کنه به گپم گوش کرده باشی و به هیچ کسم چیزی نگفته باشی. میایم مالکار، میایم. سیفدا کجا میری؟ راستش ما به تشویش هستم. یک بار تا شفاخانه رفتم، میخوایم خدا داده ببینم مادر. یک دو لقمه نان بخو باز برو جان مادر. نه هیچ دلم نمیشه مادر. باز میبینیم. از اینکه اویگار کت ودت دیدم چه قسم بگویم. پیلوت قار میشه. دو بیادرات در جان هم میفتن. اما مجبور استی بگویی دویگو ایره از پیلوت پت کردن نمیتونی. مجبور استی بگویی. خدایا من چی کنم؟ چطور آرام باشم؟ امروز کل چیز خلاص میشه. با دستای ما کشته خود شدی آدم پست. هم به خاطر خود ما، هم به خاطر خانواده مجبور است و میکاره کنم. علی از این که نتونستم برات بگویم مرا ببخش، اما گفتم مجبور استم. خب دیگه کدام چاره هم ندارم. اگر قاتلم شوم این کارم میکنم. به خاطر نجات از دست او پس دیگه کدام چاره نیست. علی مرا فقط ببخش.
ببخش. توی کارم میتونی سفته. امروز با ما یک شروع نو زندگی نو می باشه سارپ. کل آمادگی ها گرفته شده نه؟ خوبش خانم عزیزم، حالا بیا دیگه. زینب مطمئن هستی که میری سیف آواز میکنی؟ دروغایی که به ما گفته حقیقتش در بین او سیف است. حقیقت باید بفهمم. تو نگهبانی بده. بچشم. در جایی که سیف دیده شوه کمره را موجه میمونم. وقتی پدرم سیف آواز کنه او وقت ما رمزه میفهمیم. پدرم متوجه چیزایی میشه که از بیرون بیایه، اما متوجه چیزایی که در داخل است نمیشه. Sevdayenga. خیرت است. در اینجا کسی تکسی خواسته بود. استاد علی، استاد علی، دویگو؟ استاد علی، استاد علی، من نفهمیدم چه قسم به پیلوت بگویم، اما مجبور استم باید گپ بگویم. سعیس یک دقیقه آرام باش. چی گپ شده بگو؟ اویگار زنده است و دیروز کتودت یک جای دیدمش. یک دقیقه ای چطور امکان داره؟ مطمئن هستی؟ مطمئن هستم استاد علی، با چشمای خود دیدم. اویگار تو به خاطر چی آمده بودی؟ هیچ، به تشویشت شده بودم. مطمئن هستی؟ هیچ خوب معلوم نمیشی. نه مطمئن هستم. سفدا
چی گپ است؟ تاکسی خالی است. کس از اینجا تاکسی خواستم. علی در اینجاست. در هر طرف دید شوه. علی هروغلو اینجاست. اویگار تو حال داخل برو. نباید ای کار میکردی سیفدا. نباید ای کار میکردی. چی شده؟ فکر کنم از اینکه مرا دیدی خوش نشدی ها؟ چی شده؟ نیک سیفدا ترام دعوت کرده. علی هروغلو تو بیشرف واقع با مغز پوشت فکر کردی با تهدیدات میتونی سیفدا را پیش خود بیاری؟ چهره او را دیگه هیچ وقت دیده نمیتونی. زیاد مطمئن نباش. خوش آمدین. یادم چی شد؟ کاش که هیچ روانش نمیکردیم پیلوت. سیفدا استاد علی خواست که در اینجا باشیم به خاطر که اینجا را کس ندیده. ده هم نستیم. خب صحیح است که شما در اینجا هستین. من در اینجا چی میکنم؟ به خاطر که ما را تنها نمونی. بودن ما در کنار شما یک بهانه بود. تو خودت نگفتی پیلوت که اویگار هیچ دست رو برابر نیست؟ گفتم، اما او آدم تنها روان کردم. یعنی چی کده باشه؟ چی شده علی؟ چی گفته بودی؟ آخر راست ها؟ والا تو هم راست گفته بودی، اما آخر راه با تو از علی هروغلو. فکر میکنی حدس نزده بودم که سیفدا کلی چیز به تو نگفته ها؟ این دعوت از یک طرف و تو دعوت بود، اما از یک طرف دیگه برای تو علی هروغلو دعوت مرگت است. اویگار الاکو علی هروغلو هیچ وقت چی احتیاط نگو علی. پیش از اینکه تو ماشه را فشار بیتی و مرا بکشی یک مرمی در مغزت میخوره و خودت میموری. ما گفتن یا ما گفتم اویگار از اینجا یک جای میریم. همیشه باید همه قسم شوه عجیب است. یعنی پیش از اینکه انسان بمره در مغزش خون نمیرسه به خاطر که چتیات میگه. سابق ما یک دفعه مرده بودم بسیار خوب میفهمم. خادیدی اویگار از اینجا یک جای میریم. او چه قسم خود شد؟ از بین اقلر آدم سلادار مرا گرفته و چه قسم از بین میبری علی؟ ها؟ این دفعه تو ده حساب و کتابت اشتباه کردی، چون مکت آقا کرد یک جا اینجا مدام. هیچ چیزی خلاص نشده آقا کرد. فایل کنین. چهار طرفت محاصره شده، فایل نکنین. کسی که فایل کنه یا میموره یا هم در زندان پوسیده خود شد. سلایتان را بندازین. نه نندازین 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 نه نندازین. سارپ تا همینجا بود اویگار. تا هم قبول کرده.
علی او را تسلیم مکو. چرا؟ به خاطر که دوباره از زندان آزاد شوه؟ ما برات وعده میتم علی، مطمئن باشی بار آزاد نمیشه. تو خو نکشی من میکشم. دختر از خانه کی گرفتی لاودا؟ در خانه یکی از ملای منطقه بود. مام از اونجا گرفته و آوردمش. در هر سراخی که پل شوی بازم تو را پیدا میکنه. از او فرار کده نمیتونی. نمیمونم. سیفداره پیش هیچ کس نمیمونم. اگر یک دفعه دیگه اشتباه کنی تو را از پایهای تویزان میکنم، اما این دفعه بیجان. به خاطر که تو را نمیشناسه کار جاهلانه کده. این دفعه با بخشش فهمیده میشه تا وقتی که زیر خاک نشه آدم نمیشه. اگه 1000 دفعه بمرم بازم سیفدار پیش و احمق نمیمونم. اگه سیفدار نباشه مام هیچ هستم. چهره او را حتی دیگه دیده نخود تانستی. عشق در این دنیا خطرناکترین سلاح است. تو هم اینجا بود دیگه خلاص شد. علی چی شده؟ مرد. اویگار دیگه تا ابد از زندگی ما برآمد. نظر به ای که اویگار پس دیگه به همیشه مرده، پس میتونیم زودتر عروسی ما را کنیم. یعنی دیگه هیچ مانعی نیست. همونطور نیست علی؟
وقت داخل خانم می شدم پدر جانم گفته مرا در بغل گرفته و ماچ میکرد. بدون از او خانه چقدر خالی مرم میشه. حالا چی میکنی؟ به خاطر که بچه من در زندگیم نگاه کنم یک راه پیدا میکنم. او را دوباره پس خانه میارم. خوب است اما عزلم به نظر خودت قبول خواهد کرد؟ اگر با چشمایم نمیدیدم باور نمیکردم که مرده. بله مرد، اما پیش از مردن نفق شد اوضاع را گدوت کنه جان. خوب است که درباره زینب نمیفهمید، اگر نه او رام داخل می ساخت، بعدش هم مرا نابود میکرد. اما دیگه همه چیز خلاص شد. تو خدا خانه در پیش من خدا در امن احساس میکردی بچیم، اما تو گفته بودی نمیترسیدی. میترسم دیگه پدر، تو هم همراه ما بیا. چی میشه لطفا؟ اما نمیشه بچه یک دانیم، من نمیتونم. چرا تو نمیخوای که همراه ما باشی پدر؟ این دیگه چه قسم گپ است؟ این یک چیز امکان داره؟ چطور نمیخوایم؟ تو جانم هستی. اگه میخواستی میامدیم مادر پدر اولاد با هم نمیباشن، اما تو به خاطری که همراه سفتا خاله باشی پیش ما نمیایی. بیاز همیشه ما رو الا کده میری، پیش او میری، پیش او میری پدر. علی جان، پدر اولادش دوست داره. پدر مادر همیشه یک جای میباشن، اما تو ما رو دوست نداری، سفتا خاله رو دوست داری. آفرین عزلم، آفرین به تو. واقعا بسیار خوب تانستی گوشهای بچه من پر کنی عزلم. به خواستت رسیدی؟ یعنی بالاخره موفق شدی؟ گوشای او را منی تو پر کردی علی. تو فکر میکنی علی جان طفل از چیز را نمیفهمنی؟ اما او کل چیزا میفهمه. چی بخوایی چی نخوایی مجبور استی یکی ما را انتخاب کنی، یا ما را یا سیف داره. چون قسمه که میبینی کل ما را یک جای در زندگیت نگاه کردن نمیتونی. ایره بگی؟ از اینکه کار قدر باسانی حل کنی هیچ فکرم کار نمیکرد زینبم. امشب کار خلاص میشه سینان. امشب همه چیزایی که در اون صحیفه است کارش میگیرم. عزلم همیشه علیه ما گوشهای بچه ما پر میکنه. سعیز اما حالا چی میکنی علی؟ باید یک راه پیدا کنم که خدا به بچه‌ام ثابت بسازم. اما حتی یک ذرم به فکرم نمیرسه که چه قسم ای کار کنم سفته. خدا داد، حداقل تو چشمای تواز کن. باید خوب شدنت ببینم.
بعد از این ما 3 بیادر هستیم و درباره این 3 بیادر همگی باید بفهمن کسی در مقابل ما ایستادگی نمیتونه. سفدا، من باید تا یک جایی برم. تو هم اینجا منتظر می باشینی؟ کجا میری؟ پیش علی جان؟ نه، پیشتر از او یک کار دیگه دارم که باید خلاصش کنم. سیز بالاخره با ایمانا که به حساب دادن آماده هستی. علی هاروغلو. میفهمی خدا داد اگه میدید این قسم دستش گرفتی اون وقت حتما زیاد خوش میشد. یک باری به هوش بیای هیچ وقت دستش اعلان نمیکنم. دکتر گفتی تغییرات طبیعی است اما من باور نمیکنم. به نظر من خدا داد صدای مرا بشنوه و عکس العمل نشان میده اما تو نیست خدا داد. اینه دیدی؟ ندیدم اما تو که میگی پس سعیس. خدا داد به تو یک چیز اعتراف میکنم. اما روزی که تو رقص میکردی 4 طرف دخترها بود می؟ تو از من پرسان کردی که با من بخیلی کردی. من گفتم که نه. با یادت است نه؟ دیدم اما با تو زیاد بخیلی کرده بودم خدا داد. بسیار. اما از مهربانی، دست سادگی، از خوبی، از اینکه مرا معصومانه دوست داشتی خوشم آمده بود خدا داد. چشمای تو باز که برد فدمتم قلبت نمشکنونم. ازگو ازگی تو قلب مرا هیچ وقت نشکستاندی. هیچ وقت نه. خدا داد ما را زیاد ترساندی. نه ترسی ازگی، من زیاد دوستت دارم. به جمع ما دوباره خوش آمدی خدا داد. دکتر صدا کنم سفدا خواهر دکتر. درست است. تو بشی پیش خدا داد باش. من میرم دکتر صدا میکنم به علیام خبر میدم. سعیس خدا داد. ازگی بالاخره او آدم پست مرد. زیاد میترسیم که به کسی دیگه ضرر نرسانه. نه ترس چشما بیمه. کلش خلاص شد رفت. پیلوت راستش من میخوایم برت یک گپه بگویم. چی؟ درباره علیحان پدر؟ دیگه پوت هم دیگه را دیدن نمیتونیم. اما تو راست نه قسم یک چیز نیست. اگه او تو یک چیز نیست پس چی است؟ بگو نه دویگو مرا دیوانه نساز. کلمه خراب نکو. ما از تو یک چیز پوت کردیم. چی؟ از من کدام چیز را پوت کردیم؟ چرا؟ میفهمم گفته بودیم که بین ما نباید چیز پوت باشه اما ما به خاطر حفاظت از تو پوت کردم. حفاظت چی؟ دویگو برم بگو که چی را از من پوت کردی به لحاظ خدا. اویگار استاد علی جای اویگار از طریق سیفدانی از طریق نفهمید. وای بی شرفه. نه که پیش تو آمده بود برای تو خود ضرر نرساندنی؟ نه یک دقیقه آرام باش صبر کن. تو یک گپ نیست.
نه چطور؟ گفتی ودت؟ ودت که تویگار دیدم که گپ میزدن. ودت بیادر ما ودت که تویگار گپ میزد یعنی همه تو دیدی؟ پیلوت صبر کن لطفا، آرام باش. درست است؟ اگر رابطت با ودت از خاطر من خراب شوه خدا هیچ وقت نمیبخشم. نه تشویش نکن، فقط گپ میزنم. بیازو بیادرم است دیگه چی کدم میتونم. ودت لوده، ودت بیعقل، باز تو چی پلان داری ها؟ اما باز خواد دیدیم، من کتت میفهمم. بالاخره حقیقت پیدا کردم. بالاخره وقتش رسید که پدرم در قبرش راحت شوه. این آمدم. قسمه که برات وعده داده بودم پیش رویت هستم. دیگه این موضوع را نباید نیمه بانیم. جواب نته خب خیره. وقتی در مقابل استاد شدی باز چه قسم فرار میکنی؟ به من حسابی کارت خواد دادی بدت، حسابی را خواد دادی. علی یک دفعه خود جواب بده.
برات تو یه خبر خوش دارم که هیچ پرسان نکو. خدا را شکر. ده اسلحه، یک دانه مرمی از مولا علی و امشبی مرمی نصیبی یکی ما خواهد شد. از اینجا یا تو یا مزندم ابراهیم، فهمیدی؟ راه دیگه هم نیست. دشمنت دوست ساخته، از دوست منتظر وفا نباش. وقت دوست دشمن بسازی، از جنگ کردن با او بترس. روانی پس آمده. روانی آقا کرد، دوست خوبم. این نامه به تو به خاطر نوشتن میکنم که متوجه خانواده این باشی. دو بچیم و دخترم که هنوز به دنیا نامده پیش تو امانت است. از اونا خوب مراقبت کن. بس تو یک خواهش کوچک دارم. اگر پیش از اینکه تولد دختر ما ببینم از این دنیا چشم پود کنم، سر او نام مادر مرحوم ما زینب بان. در پناه خدا باشی دوست عزیزم. ما آماده هستم. شروع کنیم. امشب با این مرمی یا میمرم یا میکشم. وقتی قسم انتقام میخورم باز به خودم یک قبر میکنن. نی در شعله‌های انتقام میسوزم. به خاطر این کار کل چیزا به گردن گرفتم. تا انتقام پدر من نگیرم زندگی کردن به من حرام است. حرام یعنی واضح تر بگویم امشب از ما دو نفر یکی ما حتما میموره. باز من به خاطر پیلوت جگرخون میشم. اگر تو بموری یا من بمرم او زیاد جگرخون خواهد شد. ایره خوب سعی میفهمم. اگر از یک مادر یا از یک پدرم نباشیم بازم پیلوت پدر ما سلی. پدرم او را فرزندی گرفت. در بین ما هیچ فرقی نآورد. از مکده
یعنی از اولاد اصلی خودش کده او را زیادتر دوست داشت. ما و پیلوت قسم خورده بودیم که قاتل پدر ما را پیدا کرده و میکشیم. تو ای قسم در بین ما آمدی. حال پیلوت نیست. ما ای قسم به تنهایی به جای میارم. گپ فهمیدی یا نه؟ میفهمی زیادتر. با تشویش چی هستم ها علی؟ چرا؟ یک آدمی به مثل تو همراه پدر مرنیکو چه قسم یک حساب داشته میتونه ها؟ پدر ما چرا کشتی علی؟ به خاطر چی؟ ودت به خاطر که پدر تو بچه مرا کشته بود. دروغ است. دروغ نگو. گفتم که دروغ نگو. پدر من نه تنها قاتل طفلا نبود بلکه سر طفلا دستان بالا نمیکد. ملا از پیلوت پرسان کن. با پیلوت زنگ بزن. از پیلوت پرسان کن کدام وقت سری از او دست بالا کده یا نه. نه پرسان نکن. به خاطر که قدر وقت برد نمیتم. تو را از بین میبرم. از بین میبرمت. ببین ودت، ده اصل هدف پدرت بچیم نبود، ما بودم. در وقتی که من در تشکیلات کار میکردم به خاطر که در کارهای پدرت مداخله میکردم خواست که مرا بکشه. در موتره که پیشم بود بم مانده بود. اما صد افسوس که در موتر من نی بچیم بود. بچیم سلیمان. سلیمان یعنی از پیلوت بیادر زادش. نامو بیادرم از سرش ماندم که سالا پشتش گشتم. یعنی بیادر کلان علی جان. بچیم سلیمان پدرت او را از ما گرفت. دقیقاً قسمه که تو قسم انتقام خورده بودی مام هم تو یک قسم خورده بودم و تانستم که انتقام مام بگیرم. او هم کسی که هیچ گناه نداشت از یک طفل معصوم گفته بودم قاتل بچه من میکشم. هرچی میشه شبه قاتل پدرم هستی ملا. ما از قسم منصرف نمیشم. تو اشتباه میکنی ودت. کسی که اشتباه میکنه فقط تو هستی. روزی که پدرم کشتی اشتباه را تو کردی و حال جزایشان میبینی تو را میکشم. فهمیدی؟ میکشمت استاد. از بین میبرمت.